علمای تاجیکستان امثال حاجی میرزا و مولوی عبدالرحیم و دیگران، اینها زندانی هستند. علمای تاجیکستان الان اینها زندانی هستند، در یک زندان بزرگ. ملت تاجیکستان همه در یک زندان بزرگ هستند. کسانی که در زندان باشن، ببینید کسانی که میبرن در زندان، دیده بودید زندان گوانتانامو، زندان های مثلا بریتانیا، هر زندان یک یونیفرم خاص دارد. مثلا در گوانتانامو میبردن لباس های نارنجی میپوشاندن، در زندان های بریتانیا مثلا لباس های راه سیاه‌سفید است، یا در ایران مثلا لباس های فکر کنم رنگ آبی است. هر کشور یک یونیفرم خاصی دارد برای زندانی ها. دیکتاتورها، طاغوت‌ها، انسان‌های مستبد، جنایتکار، اینا هم میخوان که این ملت رو مثل یک زندان تصور میکنن که همه در خدمت اینها هستن. باید این ملت که همه این ملت باید یک یونیفرم خاصی داشته باشد. علمای تاجیکستان، حاجی میرزا، اینا همه در زندان هستن و کسی که در زندان است، زندانبان، کسانی که در این زندان هستن، پلیسایی که در زندان هستن، اینها هر چه بگویند زندانی بیچاره باید انجام بدهد، چون داخل زندان است. از خودش اراده ندارد، از خودش آزادی ندارد، حریت ندارد. یک متن را آماده میکنند، برایش میفرستند، میگن این رو جلوی دوربین بخوان و برای ما کلیپ درست کن بفرست. بعد این کلیپ رو میفرستند در سوشال میدیا، در همه صفحاتی که مرتبط با اونها است پخش میکند. از پیش پریروز صبح ریاست اوباب تاجیکستان، مردم تاجیکستان میدانن اوباب یعنی چی، که ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، کارمندای این اوباب تماس میگیرن با ملاها، داملاها، مولویها، ایشانها، امامان مسجد، یوتیوبرها، وبلاگرها، به اونا تماس میگیرن، با اونها میگن که بر علیه همین صحبت هایی که از افغانستان شده است و از محمد انصاری و از غیره شده است، شما برنامه بگیرید، یک کلیپ درست بکنید و این رو نشر بکنید. و طبیعتا میدانید که یعنی همونطور که گفتم، این بیچاره در یک زندان هستند و زندانبان یک چیزی که امر بکنه دیگه کسی جرئت ندارد که نبگوید. و اینا هم آمدن یک سری کلیپ هایی رو ثبت کردن، نشر کردن که انشالله الان برای شما میمانم و جواب میدیم. از این کلیپ ها 3 پیام خطرناک است، 3 پیام خطرناک است که هم با علما و دعوتگران افغانستان و با هم عزیزانی که در صفحات سوشال میدیا کار میکنن و این صحبت ها رو شنیدن، کسایی که کامنت میگذارن، همه اینها باید این رو در نظر بگیرن. اولا اینها زندانی هستن، پس کسی که زندانی هست دیگه مضطر است، مجبور نیست، مضطر است. انسانی که مضطر است، مضطر یعنی چی؟ یعنی چاره ای ندارد. انسان گرسنه شد، غذایی برای خوردن نداشت، میتواند گوشت سگ بخورد، میتواند گوشت خوک بخورد. عکه میرزا و عکه عبدالرحیم و باختری و اینها حکمشان حکم مضطر است، یعنی اینا مجبور هستن، چاره دیگری ندارن. دوم این که به اینها دیکته شده است، به اینها از اینا خواستن که وقتی که صحبت میکنن بر علیه مردم افغانستان صحبت بکنن، بگن که مثلا در افغانستان کودکانشان را میفروشند، در افغانستان لوطیگری است، در افغانستان این است، در افغانستان اون است. به این وسیله که علما و دعوتگران افغانستان هم بیایند بر علیه تاجیکستانی ها صحبت بکنن، اینها جنگ بین افغان و تاجیک را بندازن. تا الان جنگ ما جنگ حجاب بود، جنگ اسلام بود، جنگ عقیده بود. به این وسیله میخواین که مثلا بلند شود یک دعوتگر افغانی بگوید که خب عکه میرزا تو کی گپاره میزنی، افغانها را متهم میکنی به این که مثلا کودک فروش هستن و اینا دروغ هایی است که مردم درست کردن، اینا فلان هستن، این هستن، اون هستن. شما برو مثلا دخترای تاجیکی که در ترکیه هستن، در روسیه هستن، در اوکراین هستن، در خود تاجیکستان چینایی ها چیکار میکنن، روس ها چیکار میکنن، حتی سیاه‌پوست های بت پرست آفریقایی در تاجیکستان چیکار میکنن. میخوان که این مسائل رو به این شکل مردم رو به جان هم دیگه بندازن که به اصطلاح جوان تاجیک که تا هنوز دردش حجاب بود، دردش دین بود، دردش اسلام بود،
عصبیت است. هر کس طبعا قوم خودش رو دوست دارد، هر کس کشور خودش رو دوست دارد، هر کس یک نوع تعصب در وجود ماها اینا کاشتن. 100 سال می شود که در وجود ما کاشتن. تعصب افغانیت توسط تعصب تاجیکیت، تعصب نمیدونم ترک و عرب و فارس و فلان، اینها رو شعله‌ور کردن. چون سیاست انگلیس، سیاست روس همیشه این بوده، این جنگ ها رو در بین مردم بندازین و مردم اصل مسئله رو چی کنن؟ تحت پوشش قرار بدن. کار دومی که پیام دوم خطرناکی که در این صحبت ها وجود دارد این است که به مردم بگوین که این کارهایی که شده است الان در تاجیکستان شده است، ایجابای زنها رو گرفتن، جریمه کردن، اینها کارهای فردی بوده است. یعنی چی؟ کارمندای وزارت کارهای داخله یا پلیس یا مثلا اینا این کارها رو کردن، اینا کارهای فردی است، کارهای شخصی است. حکومت نگفته است، جناب عالی نگفته است، تا هنوز جناب عالی امضا نکرده است این قانون رو. اینا که افرادی هستن که این کارها رو انجام دادن، افراد خودسر هستن. پس اگر افراد خودسر هستن بزنید. یعنی هر کدامش که آمد شما رو که گفت که خواهر من اجابت گفت بردار، چنان بزنینش که دیگه نتانه از جا بلند بشه، دست و پایش بشکنید. چون این بیشرف، این پلیس بیشرفی که امروز هنوز جناب عالی امضا نکرده است، این بیشرف گپ رئیس جمهور رو نافرمانی کرده است، آمده است از خودسرانه مردم رو جریمه میکند، خودسرانه مردم رو اذیت میکند. بزنیدش. چون این یک انسان نافرمان است، هنوز جناب عالی امضا نکرده است. این آدم خودسر آمده است مردم رو اذیت میکند. بزنید اینا رو. خیلی ببینید، حکی میرزا هم اینو گفت، حکی عبدالرحیم هم اینو گفت، حکی باختری هم اینو گفت. گفتن که چی است؟ اینا انسانای خودسر بودن. نه جناب عالی هرگز تا هنوز این مسئله رو امضا نکرده. مادامی که جناب عالی امضا نکرده، پس چرا اینا اذیت میکنن مردم رو؟ همین امروز پلیس در دوشنبه صبح امروز ساعت 10:45 صبح امروز یک خواهر با حجاب رو به همراه کودکش از اتوبوس پیاده میکند. من کلیپش برای من فرستادن. امروز صبح ساعت 10:45 صبح به وقت تاجیکستان در شهر دوشنبه. ببینید این کلیپ رو. میبینید این قسمت، این خواهر که با حجاب روسری سیاه سرش هست، این رو با این کودکش ببینید. دوستان خوب زوم بکنن. این کودک شاید یک 2-3 ساله هست. این کودک این رو از ماشین پلیس پیاده میکنه. اون پلیس اون پایین ایستاده است. این گوشه پیرنش معلوم میشود اینجا، یونیفرمش. خوب دقت بکنید. این خواهر با حجاب رو این پیاده میکند اینجا. این از داخل اتوبوس عکس گرفتن و اینجا این پلیس هست. ببینید این قسمت. خب اگر اینها کارهای خودسرانه هست، اگر اینها بدونه که رئیس جمهور، ببینید قانون در یک کشوری که قانون باشد، اگر در تاجیکستان قانون نیست، حکومت نیست، رئیس جمهور رو کسی به اندازه یک پرکا ارزش نمیداد که تا هنوز امضا نکرده، مردم آمدن بر اساس خود در تاجیکستان کی حکومت میکند؟ پارلمان حکومت میکند یا رئیس جمهور؟ پارلمان این رو تصویب کرده است، رئیس جمهور باید امضا کند، در روزنامه رسمی نشر شود. بعد از اون مردم را حق دارید که بر اساس قانون خودتان محاکمه بکنید. اونم حق ندارید که اذیتشان بکنید. جریمه گفتن جریمه کنید. از نگاه قانونی حکومتی میگم، من نگاه شرعی که حق جریمه کردن هم ندارید، اصلا حق ندارید که گپ بزنید. اما الان این افراد خودسر هستن، اوباش هستن، قطاع الطریق هستن، مافیا هستن. کیا هستن اینا؟ اگر اینها از حکومت نیستن، پس ملت تاجیکستان هر کدامش که به حجاب زنتان دست زد بزنید، گردنشو بشکنید. گپ حاجی میرزا هم اینو میگه اینو که آدمای خودسر بودن این کارو کردن، حالا میشنه میگه پاش. اما نه، اگر که گپ این است که اینها امر شدن از بالا که شما قانون رو اجرا بکنید،
معطل امضای رئیس جمهور نباشید، پس این امام علی رحمانوف، جناب عالی، اینا چی کاره هستن؟ شلغم هستن، کدو هستن، خربزه هستن، سبزی هستن، چی هستن در تاجیکستان که هنوز امضا نکرده افرادش آمدن قانون اجرا میکنن در مملکت. این سه نکته ای بود که دوستان متوجه باشن در اینجا. به هر صورت میریم از سر عکه میرزا شروع میکنیم که ایشان چی گفتن، صحبتاشون رو میشنویم و انشاءالله پاسخشان رو خواهیم داد. مردم ما حیات به سر میبرین، خداوند شما را صحت و سلامت نگه داره. برادران عزیز و گرامی، من صحبت با دو مصرع شعر آغاز میکنم. شاعر میفرماید که من از بیگانگان هرگز ننالم، هر آنچه کرد با ما اون آشنا کرد. یعنی های به اصطلاح نه من غریب هستم و گله و گذاری و اینا را بگذارید کنار، این صحبت ها رو گوش نمی کنیم. میهم سر اصل موضوع. به جهاد دعوت دارن، به بی سر و سامانی ها دعوت دارن و آشناهامون همین تاجیک هایی که امروز بیرون از تاجیکستان ما زندگی دارن و هر بیگاه به خودشون یک موضوع گذاشتن، یک برنامه ریزی کردن. نام برنامهشون چی؟ دفاع از حجاب زنی تاجیک. برادرای عزیز و گرامی، یک مطلب تاجیکی بود، میگفتن که نام همون مردک خدای بیردی بود است. وقتی که خدا گفته است گرفتن در اون مقصد نابودش کردن که تو نام تا خدا گذاشته، بیچاره به هم منی بگیم بیردی نایستادن. یعنی امروز همون اعلان جهاد ها و امروز بگیم بعضی همین نفرهای غرضناکی که گویا که پشتیبانی از دین دارن، گویا که پشتیبانی از حجاب زنی مسلمان دارن، من به اونها مراجعه کردنی گفتنی هم که زمانی که همون نوارها سببی بگیم همین قدر غلغله ها شد، همون نوارها زمان همین نوارها برآمد، مردم باید بداند که من خودم کدام مقامات زنگ زدگیم، من پرسیدگیم که همین نوارها در اساس چی هستند، همین نوارها چی معنی دارن، آیا مقصد در زیر همین کارهایی که رفتید مطلب چی است. ما اینها را پرسیدیم، ما اینها را مثلا تحقیق کردیم، ولی همون اشتباه هایی که همون کمبودی هایی که در وقتی همون ترغیبات و تشویقات لباس ملی بگیم وقتی که رفت، لغزش هایی که همونها کردن، ببینید که مردم منی بردیش نیستادن. یعنی هیچ در حال حجاب زنی مسلمان از بین می رود یا جنگ با خدا اعلان کردن و حتی همون آشناهایی که بگیم یکی همون آشناهایی که داریم به نام ابو. ببینید جناب عکه میرزا، اولا که قضیه جهاد و جنگ و فلان اینها، همین قوانین، همین سختگیری ها سبب جنگ می شود، سبب جهاد می شود، سبب تکفیر می شود در کشورهایی که مردم رو به زندان انداختند. در سال 1960 65 70 75 حکومت مصر مسلمان ها رو به خاطر ریش، به خاطر حجاب، به خاطر عقیده به زندان انداخت، جماعت تکفیری ایجاد شد. خودتان میدانید این چیزها رو، بگویید به رحمانوف، بگویید به حکومت تاجیکستان، این شکنجه ها، این اذیت کردن ها، این قانون ها سبب می شود که افراطیگری در یک جامعه افزایش پیدا کند. چون طبیعت انسان، طبیعت بشر این است که الله متعال به پیامبر میفرماید که ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای پیامبر من، ای نبی من، تو با همه این اخلاق تو اگر تو سختگیر باشی، مردم از اطراف تو چی میشن؟ پراکنده میشن. پیامبر به همین دلیل میگفتن که یسروا ولا تعسروا، آسانگیر باشید، سختگیر نباشید، بشروا ولا تنفروا، بشارت بدهید و مردم رو متنفر نکنید از دین. شما مردم رو از دموکراسی متنفر کردید، از اسلام، از همه چیز متنفر کردید. به خاطر چی؟ به خاطر همین کارهایتان. این کارهایی که شما انجام میدهید، حکومت انجام میدهد، سبب افراطگرایی می شود، سبب ایجاد جماعت‌های تکفیری می شود. امثال ابو محمد مدنی، اینا رو والله ابو محمد مدنی رو من یک بچه بود، من در مدینه میشناختمش. یعنی این آدم تکفیری نبود، شما تکفیریش کردید. تاجیکستان رفت اذیتش کردید، زندانیش کردید، شکنجهش کردید، خدا میدانه با مادرش چیکار کردید، با خواهرش، با همسرش. طرف تکفیری شد، شماها تکفیریش کردید، حکومت تکفیری کرد.
طرف رو بردید 5 سال 10 سال از عمرش رو در زندان توهین شد، اهانت شد، تحقیر شد. خواهرایی را بردن. حکیم میرزا اگر شما خبر ندارید خبر بگیرید. خواهرایی را به خاطر ایجاب بردن در یک اداره پلیس. یک افسر پلیس کثیف، گرگ زده، اید زده، لوتی، فاسق، فاجر، ناموس گفته بهش بد و بیرا گفته، فوش داده، توهین کرده. او خواهر از اداره پلیس بیرون آمده بود، گریه میکرد میگفت چیزایی به من گفتن که در زندگی نشنیدم. خب این داعشی نشود کی داعشی شود؟ این تکفیری نشود کی تکفیری شود؟ تا من ایوارش کو ملعون میگفتم تو ملعون اولیا ملعون هستی برای که تو با این عقیده تکفیری تا از اونجا ایستاده. حاجی میرزا در کجایی؟ چه وقت خاموشی؟ این حاجی میرزا در همین جای در وطنش، در ملک خودش. من خدا را دائم تولع و زارا میکنم که خداوند جان من در همین ملک خودم بگیره، در بین ملت خودم بگیره. تو اگه به همین ترغیباتی که گویا که تو دفاع ای حجاب مسلمان کیسای، تو میخوای که به همین که با در دل مردم خطر. جناب حاجی میرزا دعا نکنید که خداوند جانتان را در تاجیکستان بگیرد. دعا کنید که خداوند حسن خاتمه برایتان نصیب بکند. دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی برایتان هدایت نصیب بکند. دعای حضرت ابراهیم بکنید که بارالله مرا مسلمان بمیران. دعای حضرت ابراهیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که قل این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. دعا بکنید که زندگی و مرگتان برای الله سبحانه و تعالی باشد. جو کنی و همون عقیده پلیدتان قطعی با همون عقیده پلیدت با مردم مقصد تعریف کنید کشی. انا همین ابلهایی که از افغانستان جهاد میگن انا مو شریکای تان. انا همین ناخوشی ها و ناآرامی هایی که مردم تاجیک ما کردیسن همه همین ایشومی انا عقیده شما هست. در این شکی نیست که تکفیری ها مانند ابو محمد مدنی و داعش و اینها اینا سبب بدبختی امت اسلامی در همه جا شدن، در تاجیکستان، در افغانستان، در سوریه، در عراق. اما سبب به وجود آمدن داعش در عراق کی بود؟ ظلم و ستم آمریکا. سبب به وجود آمدن داعش در سوریه چی بود؟ ظلم و ستم حکومت بشار اسد. واقعیت ها رو بگید آقای میرزا، واقعیت ها رو بگید. سبب به وجود آمدن داعش در تاجیکستان امام علی رحمانوف. ظلم و ستم، زندانی کردن، اذیت کردن علما، دعوتگران، مسلمانان. ببینید یک جوان غرور دارد. هیچ وقت، من حتی به طالبا گفتم یک سیری زده بود یکی از طالبا در مسئول امر بالمعروف در ولایت بلخ، یک راننده تاکسی رو یک سیری زده بود. برنامه رفتم هر چی از دهنم آمد بهش گفتم. تو حق نداری یک جوان مسلمان سیلی بزنی، ولو که شراب خورده باشه، ولو که زنا کرده باشه، ولو که دزدی کرده باشه، ولو که فسق و فجور دنیا رو کرده باشه. یک امر به معروف و نهی از منکر، یک عالم دین، یک کارمند اداره امر به معروف و نهی از منکر حق نداره سیلی بزنه. چرا؟ چون این گناه کرده. اوکی، یا نصیحتش میکنی یا تحویلش میدی به حکومت میبره محکمه، قاضی محکمه شرعی حکم میکنه که این باید سیلی زده شود، شلاق زده شود، اعدام شود، زندان شود. تو حق نداری این کارو بکنی. چرا؟ وقتی که با غرور مردم، با شخصیت مردم مبارزه کردید، در مقابل غرور و شخصیت مردم قرار گرفتید، در مقابلتان طغیان میکنن. والله الله و پیغمبرم قال الله و قال رسولم بگی قبول نمیکنند. این طبیعت بشر است. الله متعال به موسی و هارون علیهم السلام چی میگه؟ اذهبا الی فرعون و قولا له قولا لینا. فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلی، میگه شما خیلی بارامی با او صحبت بکنید. اون جوانی رو که جنابش حاجی میرزا، من بریش سفید شما، به علم شما، به جایگاه شما احترام دارم، لکن این کار نکنید. دوستان من، دوست صمیمی من از سر کار می آمد به طرف خانه در دوشنبه، پلیس نگرش می دارد، تیغ گریش می تراشند، دستش می داد همین جارش تو بتراش. بابا این انسانای عقده‌ای رو جلوی اینها رو بگیرید. باور کنید این آدم برگشته بود خانه، میگفت زنگ زده بود به من، میگفت که استاد من چیکار کنم. یک برادر دیگر رو وارد خانه شده بودن، مادرش رو زده بودن. مادرش رو زده بودن به خاطر حجابش.
تعقیبش کرده بودن، وارد خانه شده بودن، زده بودن. پسرش چی میگه؟ میگه استاد راه کجاست؟ کجا برم که با این حکومت بجنگم؟ شما مردم دارید به انقلاب، مردم دارید به جنگ تشویق میکنید. شما این نوعی، یعنی این حکومت، ملت تاجیکستان رو دریابین. شما با این ظلم و ستم ها مردم رو دارید به بغاوت تشویق میکنید. اینا که تکفیری شدن سبب شما هستید. اینا انسان‌های معصوم بودن، اینا کودکان نوجوانانی بودن که اینا بعد امروز به وطنشان خدمت میکردن. اینا رو شما تکفیری کردید. قوانین شما، زندان‌های شما، شکنجه‌های شما، توهین‌ها و اهانت‌های شما. والله کسی من رو نگه دارد در یک جای، یک تار ریشم و دست بزند، والله تا سرحد مرگ میزنمش. چی برسه به این که یک نفر رو میاری؟ والله ملت تاجیکستان خیلی مردم آرام و خیلی مردم یعنی شریفی هستن که هنوزم چیزی نمیگن به شما. طرف رو سر راه بگید تو ریشش رو بتراش. خواهرش و همسرش و مادرش، یعنی جناب حاجی میرزا، الان یک جوان تاجیک در روسیه است. کلیپ همین خواهری رو که لحظات پیش نشان دادم که از اتوبوس پیاده میکنه، این کلیپ رو ببینه و این زنش باشه و اون در روسیه نشسته، ببینه که زنش رو اینطوری حقارت کردن، از اتوبوس پیاده کردن، حجابش رو برداشتن. بعد اونجا در روسیه یک گروه تکفیری داعشی دشمن اسلام، دشمن تاجیکستان بیاد بگید که ای جوان، حاضر هستی خودت در تاجیکستان در دوشنبه بکفانی؟ اون از بس که دلش پر از عقد است، کینه است، میخواد که انتقام بگیرد، میگه بله حاضر است. در روسیه نکردن، در افغانستان نکردن، در ایران نکردن، در ترکیه نکردن جوانان تاجیک. 4 تا آیت و حدیث رو هم براش وارونه سرچپه تفسیر بکند، خلاص قانع میشود. پس شما زمینه رو مساعد میکنید برای اونها. در جوشه حاجی میرزا آیت حجاب هم میدونه، در سوره احزاب آیت 50 را میدونه، سوره نور آیت 30 و 31 میدونه. حاجی میرزا الحمدلله رب العالمین که خداوند داد از همون قدر غیرت و توانایی و محبت که مثال ای دینش هم پشتیبانی میکنه، ای ملتش هم پشتیبانی میکنه، ای وطنش هم پشتیبانی میکنه. برای همین شما با این نوارها، من به همه جوانهایی که هستند و شما مراجعت کردیم که یک لهجهش بگیم یا یک کمبود بگیم یا یک نفهمی، ای وقت تاجیک ما میگفت که برای سلب یا کلم آوردن همین چیزا بود است. برای ایجاد یگان دروغ همین گپو جنگی، همینایی که نافرمانی کردن، همینایی که اشتباه کردن، همینا رو بگیرد حکومت جریمه کند، همینا رو جریمه کند، از کار برطرف بکند، بگه دیگه حق ندارید ملت تاجیک اذیت بکنید. تا جناب عالی امضا نکردن یک قانون رو، شما چرا مردم رو اذیت میکنید؟ چرا جلوی اینا رو نمیگیرید؟ بگیرید جلویشون رو که خودسرانه کسی این کارا رو نکند. با خدا و جنگی با حجاب و نه، بلکه یگون شما یگون سخت گپ نرسه. همین قزاق لباس خودش داره، همین قرغیز لباس خودش داره، یا بگیم عرب لباس خودش داره، ترکمن لباس خودش داره، ما هم لباس خودمون داریم. ولی لباس ما از همه این لباسایی که همین مردم بیرون داره و درون داره با جوابگویی بگیم به همین لباسایی که به همین آیات قرآن است، به همین با مطابق لباسای ما است. ای وقتش یگان کسایی نگفت از مقابل جو، بلکه گفتن که لباسایی که مادرامون میپوشیدن، ببین مادرامون میپوشیدن، ماماهامون میپوشیدن، شما نمیدونید که اون چه لباسه. برای همین در این کارها اینا غرض دارن برادر عزیز. و بله، اینجا یک نکته ای است که باید به جناب حاجی میرزا گوشزد بکنیم. ببینید، قزاق لباس خود را دارد، ترکمن لباس خود را دارد، ازبک لباس خود را دارد، عرب لباس خود را دارد. بله، هر کدام این قوم ها، قبیله ها لباس خودشان را داشتن. قبل از اسلام هم لباس های مخصوص خودشان را داشتن، بعد از اسلام هم لباس های مخصوص خودشان را داشتن. اما حجاب که هست یک سری شروط دارد. شروط حجاب این است که باید همه بدن را بپوشاند. شروط حجاب این است که شفاف نباشد، نازک نباشد، تنگ نباشد. چیزی را که امروز در تاجیکستان به نام حجاب برای مردم، برای زنهای تاجیک، جناب حاجی میرزا، یعنی حق را با آفتاب را با 2 انگشت که نمیشه پوشاند. امروز فیلم هایش رو دیدیم، به نام لباس ملی میگه این رومالچه را بگی پشت گردنت ببند. جناب حاجی میرزا، شما علم دارید، سواد دارید، درس خواندید، عالم دین هستید. زن ابو جهل و زن ابو لهب چگونه رومالش میبست؟
چگونه رومالش رو میبست؟ پشت گردنش میبست. دقیقاً مثل همین رومالچایی که امروز حکومت تاجیکستان میگه که زنها ببندن. رومال رو میگرفت پشت سرش میگه. زن ابوجهل، زن ابولهب. اسلام آمد گفت که ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، این روسری را اینطوری بیندازید، یعنی سینه تان را، گردنتان را، اینها را بپوشانید. الکه همی کل مفسرین از صدر اسلام تا از ابن عباس تا امروز، همین کل مفسرینی که تا الان بودن در دین مبین اسلام، یکی از اینها گفته است که این گردن باز باشد، این چاک سینه باز باشد. مالکم کیف تحکمون، شما حق را نپوشانید. آجی میرزای عزیز، انسان اگر هر چقدر شما را حباب مجبور کرده است که کلیپ درست کنید، ویدیو درست بکنید، نشر بکنید، لیکن این رو باید بدانید که دین رو حق ندارید تحریف بکنید برای مردم. در دین ما الله سبحانه و تعالی میفرماید اطیع الله، از الله اطاعت بکنید، و اطیع الرسول، از رسول اطاعت بکنید، و اولی الامر منکم. اولی الامر کیا هستند؟ کسانی که اطاعت از الله و رسول میکنند، کسی که به اطاعت از الله و رسول امر میکند. در هیچ جای دین نگفته که شما حجابتان باید مثل حجاب مادرانتان باشد، اچهاتان باشد، ماماهاتان باشد. در جایی گفته است این رو؟ در کدام تفسیر گفته است؟ در کدام کتاب فقه گفته است که ای ملت تاجیک، ای ملت افغان، یا ایها المسلمون، یا ایها المؤمنون، حجاب هایتان باید مثل حجاب های مادر بزرگ و مادرانتان باشد؟ نگفته است. در حالی که در قرآن کریم تقلید کردن از گذشتگان به عنوان تقلید مذموم یاد شده است. تقلیدی که در دین جایز نیست. اگر عملی در بین گذشتگان ما وجود دارد که با دین ما، با شریعت ما همخوانی ندارد، دین مبین اسلام اون را رد می کند. این رو مانند، این یک از صفات مشرکین است، یک از صفات کفار است که می گفتن کانوا آباؤنا علی ذلک. من این رو با دلیل برای شما ذکر بکنم اینجا خدمت شما عزیزان. دوستان عزیز اگر اینجا رو نشون بدید. و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. در جواب این در تفسیر چی است؟ در تفسیر ابن عاشور در صفحه 83 جلد 8 میگه که انهم اذا فعلوا فاحشة فانكرت عليهم او نهوا عنها قالوا وجدنا عليه آباءنا. یعنی یک کار مخالف دین رو انجام میدادن، میگفتن این کار رو نکنید، میگفتن نه ما پدرانمون این کار رو کردن، اجداد ما این کار رو کردن. جناب حاجی میرزای عزیز، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینها هیچ وقت برای یک مسلمان حجت نیستن. حجت قرآن است، حجت سنت است. من در مورد همین آیه در تفسیر خدمت شما عزیزان، این تفسیر رو من تفسیر المنار جلد 11 صفحه 207 دوستان عزیز اگر نشون بدن، در زیر همین آیه‌ای که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا هم یهتدون. اگر به اونها بگی که بیایید متابعت بکنید از الله و از رسولش، میگن که نه ما همون کارهایی که پدران ما میکردن همون کارا رو میکنیم. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. اگر به اونها بگویید که بیایید قبول بکنه چیزی رو که الله و رسول برای شما آورده است، میگه نه همون چیزی که اچهای ما میکردن، پدران ما میکردن، پدرکلانای ما میکردن، همون برای ما کافی است. صاحب تفسیر میگه در اینجا، میگه که از دو ناحیه اینجا الله سبحانه و تعالی کسانی که تقلید میکنن از گذشتگان خود را، اینها رو چی میکنه؟ ذمشان میکنه. اول این که میگه که و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله امرنا بها. که حاجی میرزا گفت فلان
اگر یک کار زشتی رو انجام دادن میگن که پدران ما این کار رو انجام میدادن و الله امر کرده است، این اجاب است. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، خداوند به فحشا، به کار زشت امر نمی کند. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا به الله چیزی را نسبت میدهید که نمیدانید؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون، گفتن که ما پدرانمان را همینطوری یافتیم، بچهای ما میتونن میپوشیدن، مامای ما میتونن میپوشیدن، ما هم مثل اینا میپوشیم. در اینجا میگه که مسلمان ها یک از امتیازشون این بود که مقلد نبودن، تابع بودن، تابع قرآن و سنت بودن، تا اینکه مسلمان ها گرفتار چی شدن؟ گرفتار همین بدبختی ها شدن. واتبعوا سنن من قبلهم من اهل الكتاب، مانند اهل کتاب، مانند یهود و نصارا و غیرهم فی التقلید لآبائهم و مشایخهم المنسوبین الى بعض الائمه علمائهم، تا اینکه مسلمان ها گرفتار تقلید کی شدن؟ تقلید پدرانشان، مشایخشان، کسانی که منسوب به اهل علم هستند، منسوب به ائمه هستند. ما حنفی هستیم، ما شافعی هستیم، ما اهل علم هستیم. الذين نهوا هم عن التقلید ولم یأمروهم به، کس حتی همون علما، امام ابو حنیفه، امام شافعی، اینا مردم رو منع کردن از تقلیدشان. فابتلوا بذلك حجة الله تعالى على امم وصاروا حجة على دينهم حتى ان الادعياء العلم الرسمي فيهم ينكرون اشد الانكار على من يدعونهم الى اتباع كتاب الله وهدى رسوله صلى الله عليه و سیرت السلف الصالح. و حتی میگه کار به جای رسید که علمای رسمی، علمای به اصطلاح حکومتی می اومدن چیکار میکردن؟ کسانی که مطابقت از قرآن و سنت رو به اصطلاح به سویش دعوت میکردن، به اونها انکار میکردن. میگفتن نه ما باید تقلید مذهب خودمان رو بکنیم، ما باید تقلید بزرگان خودمان رو بکنیم، ما تاجیک هستیم، ما فلان هستیم، ما افغان هستیم. ببینید بزرگترین مشکلات امت اسلامی از اینجا شروع میشه که مردم بیان ادعا بکنن که ما شیوه و رفتار کیا رو پیروی میکنیم؟ بزرگانمان را، پدرانمان را یا گذشتگانمان را. این غلط است. انسان نباید اینطور. ما تابع قرآن و سنت هستیم، ما تابع دین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، نه تابع فلان و علان. من یک موضوعی رو در اینجا خدمت شما عزیزان بیان بکنم. علما سه گروه هستن. علما سه گروه هستن. خوب عزیزان تاجیک، افغان، کسانی که میبینید این رو به یاد داشته باشید، این کاتگوری ها رو همیشه همراهتون داشته باشید. یکی از عالم امت است، یکی از چی است؟ عالم امت است. یکی عالم ملت است، یکی هم عالم دولت است. امت، ملت، دولت. عالم دولت چی کار میکند؟ همیشه هر کاری رو بخواد دولت انجام بدهد، وزارت کارهای داخلی یا وزارت امور داخله یا وزارت کشور، در ایران، افغانستان، تاجیکستان اسمای مختلف دارد. این علمای مخصوص دارن، اینا آماده دارن در هر جا. با اونا زنگ میزنن، میگن جناب دامولا صاحب، جناب مولوی صاحب، جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین، هفته آینده قرار است جناب رئیس جمهور یا دولت همچین قانونی رو تصویب بکند، شما دیگه حواستون باشد در خطبه نماز جمعه در این مورد صحبت بکنید، این افکار عمومی رو آماده بکنید برای این قانون. یا اگر دیدن که بعد از صادر شدن قانون مردم اعتراض کردن، وظیفه این عالمان دولت چی است؟ که اینا میان چیکار میکنن؟ مردم میگن بله اطاعت از ولی امر بکنید، همه جا تینجی است، حواستون باشد اعتراض نکنید، وگرنه آلتتان آلت عراق میشود. اعتراض نکنید مثل سوریه میشوید، اعتراض نکنید مثل افغانستان میشوید. چرا نمیگید که اگر اعتراض کردید، اگر واقعا عدالت در جامعه اجرا شد، مثل اروپا میشوید، مثل آمریکا میشوید، مثل امارات میشوید، مثلا کویت میشوید، مثل قطر میشوید؟ چرا این کشورها رو مثال نمیارید؟
مردم رو فقط میترسانن این عالمان دولت. اگر اعتراض کردید مثل افغانستان میشوید، اگر اعتراض کردید جنگ میشود، اگر اعتراض کردید داعش میآید. یک لولو خورخوره درست کردن، مردم رو میترسانن. این عالمان دولت هستن. یکی عالمان امت هستن. عالمان امت چی است؟ هر طرفی که امت رفت اینا هم با اونا میرن. امت اگر سرش لش کرد، زنها بی‌حجابی کرد، این هم یک فتوا درست میکنن. بزرگترین علامه های زمان ما فتوا دادن، گفتن که اگر که در یک کشوری حجاب ممنوع است، دختر مسلمان میتواند دم در دانشگاه حجابش را بردارد. علامه دهر شیخ یوسف قرضاوی رحمت الله علیه همین فتوا رو داد. اشتباه کرد. بله میگیم اشتباه کرد، غلط کرد، این فتوا رو داد. بلکه زن مسلمان برای حجابش باید ما اصلا هجرت برای چی است؟ هجرت به خاطر دین است که تو دینت را نجات بدهی. اینا علمای چی هستن؟ اینا علمای امت هستن. هر امت به هر طرفی رفت، اینا هم به طرفش میرن. امت اگر رفت به طرف مثلا ربا، بعد ببینید که اینا فتوا میدن که خانه خریدن از بانک ربوی اشکال ندارد، رهن دادن گرو دادن اشکال ندارد، فلان اشکال ندارد، یهودی هم مسلمان از جنت میرود، مسیحی هم مسلمان از جنت میرود. اینها علمای امت هستن. هر طرفی که کشتی رفت اینا با همون میرن. یکی علمای ملت هستن. علمای ملت، علمای ملت ابراهیمی هستن، علمای ملت حنفیت هستن. اینها فقط هم و غمشان قال الله و قال رسول است. شکنجه میشن، زندان میشن، کشته میشن، شهید میشن، اما نام نیکشان میماند. امام احمد ابن حنبل شکنجه شد، شلاق خورد. علما آمدن پیشش چی گفتن؟ گفتن ای امام، تو بیا حداقل اینجا بگو که یعنی خلاص همین قرآن مخلوق است، از این زندان خدا خلاص کو. بعد از اون خدا کریم است. بعد از که زندان خارج شدی بگو نه من اونجا زیر شکنجه و چیز گفتم. گفت اونجا پشت پنجره میبینی؟ دیدن که 10 نفر قلم و کاغذ به دستشان گرفتن منتظر هستن. گفت اینا منتظر هستن که احمد ابن حنبل چی میگوید. اینا که نوشتن بعد از 1000 سال هم مردم میگن که یک قولی از امام احمد ابن حنبل هست که در زندان احمد از محمود، از علی، از جابر، از عکه میرزا، از باختری، از امام احمد ابن حنبل روایت کرده است که در زندان بغداد گفته بود که قرآن مخلوق است و این قول طرفدار پیدا می کند. به همون خاطر خون از بدنش جاری شد، استخوان‌هایش را شکستن، بر اثر همون آزار و شکنجه‌های زندان جان داد، اما نگفت که قرآن مخلوق است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رو در زندان انداختن، شکنجه کردن، اما هیچ وقت راضی نشد که در دربار یک خلیفه‌ای که به خدا خاک پای اون خلیفه ها به همه حکام کشورهای اسلامی امروز ارزش داره، خاک پایشان، غیرت دینی داشتن. والله یک زن اگر یک جای صدا میکرد وا معتصما، اون معتصم از اونجا لشکر آماده میکرد به خاطر دفاع از او. امام ابو حنیفه در دربار همین چین خلیفه‌های حاضر نشد منصب قضا رو بگیرد. پول به این طرف، منصب به این طرف آمده بود که بهش بگه بابا جان تو بیا قاضی القضات خلافت اسلامی شو. قبول نکرد. زدنش، شکنجه کردن، اذیتش کردن، قبول نکرد. ابن تیمیه شیخ الاسلام رحمت الله علیه نصف این کتابا بیشترش رو ببینید اینا رو در زندان نوشته. یک عمری در دمشق زندانی بود و در زندان وفات کرد، اما از کلمه حق برنگشت. جناب حاجی میرزا با این ریش مبارک سفید، با این سن شما که شاید از 70-80 هم بالا باشه، آیا بهتر نیست امروز به خاطر قرآن، به خاطر اسلام شهید شوید؟ امروز به خاطر دفاع از عفت و ناموس و دین مبین اسلام تو رو بکشن، در تاجیکستان زندان بیندازن، شکنجه بکنن، اعدامت بکنن. مگر چند بار انسان به دنیا میاد؟ عاقبت مردنی هستی یا نیستی؟
چرا امروز با یک تلفنی که از وزارت کارهای داخلی میآید دست و پایتان میلرزد، دوربین رو باز میکنید، هرچی از دهنتان میاد میگید؟ مگر الله سبحانه و تعالی نمیفرماد که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار؟ با کسانی که ظالم هستند همکاری نکنید، با اونها پناه نبرید، حرف آنها را گوش نکنید، در خدمت آنها قرار نگیرید که آتش به شما میرسد. از چی میترسی؟ از او پلیسایی که در زندان در تاجیکستان تو رو شکنجه میکنن. والله زبانیه جهنم، فرشتگان جهنم، یکی از اونها اگر به این دنیا بیاید، همه بشر از عذابی که او در این دنیا به اصطلاح مسلط میکند از بین خواهند رفت. یکیشان اگر بیاید، تحمل اونا رو داری؟ بروید کشته شوید، بروید شهید شوید، بروید شکنجه شوید، بروید زندانی شوید. حداقل ما امروز دعا بکنیم بارالها حاجی میرزا را از زندان ظالمین آزاد بگردان، نه اینکه امروز میلیون ها نفر لعن و نفرین بکنن که خدا لعنت بکند کسی را که در خدمت ظالمین و مستبدین و دیکتاتورها قرار گرفته است. شما نه برادرای عزیز، هیچ وقت فریب نخورید، هیچ وقت فریب نخورید. این یک مراجعت ما با این آدمایی که بگیم بیرون از کشورانو علاوه مونده استند، گویا که مردم انا مقابلی گویا حجاب شده است، مقابلی دین برآمده است فلان. شکل خدای مهربون تاجیکستانی ما این امسال ببینید 7000 حاجی میرن حج میکنن. این مسجد رو ببینید، این همین بعد دهن پر میشود در نمازهای جمعه ما. این خیلی با بگیم در درون همین دوشنبه ما قریب هیچ نبودن 400 500 تا مسجد در یک درون پایتخت دوشنبه. ای شکر خدا مردم آزاد، مردم شکر عبادت چه کردی است، دعوتمون هست، گفته است. آخر دیگه مقصد پشتیبانی این چند تا میشه. بعدا مراجعت ما با همین دو نفری که به نام مولوی که به نام احمد فیروز، به نام عبدالقادری که برام پینده، شما در همون لایک میمونید. او تای کاسه نیم کاسه را دادار عزیز شما رو میدونید. مطلب و مقصد یارو میدونید. برای همین بهاگذاری هاتون نادرسته، اندیشه هاتون نادرسته. به خدا قسم به خاطر خدا میگم تو شاید که دل من اون قدری که به شما میسوزه، دل احمد فیروز به توی قنا میسوزه، دل او عبدالقادر به توی قنا میسوزه، این قدری که دل من به تاجیک خدا میسوزه. شما رو آدمای ساده یافتن سوء استفادهتون میکنن. یک دوی مشکی همو برنامه‌های همو رو اول میبینه. چه که ما دولت داعش گفتم که مثلا ابوبکر بغدادی ایرا کی خلیفه مونده است، این چه حقی جهاد داره، کی اجازه داده؟ چه ربطی داره؟ یعنی چرا باید هر صحبتی که شد در مورد حجاب، در مورد ریش، در مورد مسجد، در مورد حج ربطش بدید به داعش، مردم رو بترسانید که اگر قبول نکردید حرف ما رو، حرف حکومت تاجیکستان رو، ما مثل داعش میشوید؟ ربطی ندارد. ثانیاً چرا مسائل رو قومی میکنید؟ امت اسلام یک امت است. جناب حاجی میرزا، شاید شما هم در بینمون کسانی بودید که چند صد هزار برادران عزیز تاجیک ما با خانواده‌شان در افغانستان مهاجر بودند و ملت افغانستان با وجود جنگ، نداری، فقر، بدبختی مهمان نوازی کردند، درهای خانه‌هاشان را برای شما باز کردند. اگر 2 اتاق داشتن، 1 اتاقش به مهاجر تاجیک دادن. از شما کرا نگرفتن، از شما پول نگرفتن، لقمه نان خشکشان را با شما تقسیم کردن. شما امروز این بیگانه افغان، این تاجیک، این حرفا رو عیب است. این حرفا رو یک کمونیست بگوید، یک بیدین بگوید، یک سیکولار بگوید، یک ناسیونالیست بگوید، میگیم اشکال ندارد. اما از یک عالم دین، از شخصی مثل شما عیب است که مردم رو به نام سمت و به نام قوم و به نام کشور به جان هم دیگر بندازید. ما همه امت مسلمان هستیم. دقیقاً این حرف شما مانند این حرفای مردم است که ما را چی به فلسطین؟ این جنگ عرب و اسرائیل است. اسلامی این اومد اثبات شد کو همه فهمید که موکیا اسپولیشیا ببینید که چرا که احمد فیروز مثلا وقتی که طالب دخترها را از خواندن، حالا که طلب علم فرض کو برای مرد برای زن، چرا که اینها من کردن، چرا علیه طالب جهاد اعلام کردی؟ چرا وقتی که مردم پنشیر مردم کشتن، تاجیک‌ها کشتن، چرا تو مقابل جهاد اعلام نکردی؟
ببینید اینا همه سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید دعوها فانها منتنه، بگذارید که این سخنها سخنهای گندیده است. مردم پنجشیر رو کس نکشته. ببینید اکی میرزا، این عیب است برای شما که بیایید دروغ‌هایی را که بی بی سی و صدای آمریکا میگه. در پنجشیر عده‌ای بودن جنگ کردن، کشته شدن. هر کس که جنگ بکند کشته میشود. در جنگ نقل و نبات پخش نمیکنن، در اونجا جنگ کردن کشته شدن. هم مردم عام پنجشیر الحمدلله امروز دارن زندگیشون میکنن، کسی به اونا کار نداره. امروز در بین طالب ببینید باز این حرفا رو که زده مرد چی میگه، این میگه طرفدار طالب است. طرفدار طالب و امارات من نیستم، واقعیت است. امروز تعداد طالبای تاجیک در داخل طالبا، در داخل ارتش، در داخل اردو، در داخل نیروهای خاص بیشتر از پشتوناست. باورتان می شود؟ رئیس ستاد ارتش که به اصطلاح میشه فرمانده کل نیروهای مسلح فعلا در افغانستان، مولوی فصیح الدین تاجیک است، از بدخشان است. ای خیلی کشم بدخشان است. مسئله پشتون و تاجیک نیست جناب حاجی میرزای عزیز. این مسائل شما دامن نزنید. والله برای شما عیب است. عیب است که شما این مسائل رو دامن بزنید. علمای تاجیک کشتن تنها از یار اولی ممکن گوش کنی، ممکن مثال مردم افغان ما را گوش کند که دکتر ایاز نیازی تاجیک نبود، مولوی حیات الدین تاجیک نبود، این مولانا انصاری تاجیک نبود. همیارا کی کشت؟ اینا رو کی کشت؟ اینا رو در زمان حکومت جمهوری امریکا کشت، استخبارات امریکا کشت، دولتی که به اصطلاح نوکر آمریکا بود کشت. شما اگر از اخبار خبر ندارید، این کسایی که اطرافتان هستن لااقل به شما بفهمانن که دکتر ایاز نیازی و صاحبی و اینا در وقت حکومت جمهوری به دست امنیت ملی و استخبارات امریکا اینها کشته شدن. و مولوی انصاری هم که داعش به عهده گرفت که از ایران آمده بود، به تحریک شیعیان ایرانی آمدن کشتن مولوی مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه. سلام امید ترک کردین بیچاره گریزش گرفت رفت. همین تاجیک نبودن. بین همیو را تشکیل کردیم. خودتون میدونید، خودتون من خودتون گفتید. اون محمد انصاری هم گفت که کاری دست طالبه. چرا علیه جهادی رو کردیم؟ در همون وقتی که همینا رو کشتن، همین علما، همین دعوتگران جهاد اعلان کردن. جناب حاجی میرزا، علمای افغانستان، نه مسئله که مثلا من طرفداری از افغان ها بکنم، علمای افغانستان در طول 40 سال اخیر ما چیزی در حدود 500,000 عالم دین شهید دادیم. میدانید چند ملا شهید داد تاجیکستان؟ ما اگر در افغانستان روس رو شکست دادیم، انگلیس رو شکست دادیم، آمریکا رو شکست دادیم، ناتو رو شکست دادیم، با خون بیش از 2 میلیون نفر شهید شکست دادیم به یاری الله سبحانه و تعالی. نه اینکه با یک تلفنی از وزارت کارهای داخله بیایم اینجا برآمد بکنیم به مردم بد و بیرا بگیم. باور میکنید والله در شبها، در زمان همین حکومت‌های کمونیستی، در شبها 300 نفر 400 نفر عالم دین رو میبردن، یک گودالی رو بزرگی رو میکندن، در اونجا زنده مینداختن، رویشان خاک مینداختن. به خاطر چی؟ به خاطر که حق میگفتن. در این مسائل با افغانی بحث نکنید جناب اکی میرزا. اینو دوستانه به شما میگم. حرفی برای گفتن ندارید. مردم افغانستان درست است 40 سال جنگ کردن، در این 40 سال فقر هست، بدبختی هست، مشکلات فرهنگی هست، مشکلات سیاسی هست، مشکلات تعلیمی هست. یک 5-6 سال جنگ در تاجیکستان روزی رو در تاجیکستان آورد که شما رو با خدا ازبک خانای تاجیک رو میسوزان، تاجیک خانای ازبک رو میسوختان، چقدر به ناموس مردم تجاوز شد، چقدر زمین ها خانه های مردم رو بردن. یعنی یاد شما که هست، حداقل اگر یاد جوان ها نباشد. در افغانستان 45 سال است که این جنگ دوام دارد و نه جنگ بین حزب نهضت و بین حکومت تاجیکستان، جنگ بین یک کشوری به نام افغانستان، اتحاد جماهیر شوروی، جنگ بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا و ناتو. 42 کشور دنیا
با همه امکاناتشان آمده بودند. لکن این مردم، همین مولوی انصاری، همین ایاز نیازی رحمت الله علیه و همین علمایی که شما ذکر کردید، همه تاجیکا کشته نشدن. دکتر عاطف تاجیک نبود، پشتون بود و صدها نفر از علمای پشتون هم کشته شدن، شهید شدن. از ازبک هم کشته شد در افغانستان، از ترکمن هم کشته شد در افغانستان، از صوفی و حنفی و سلفی و دیوبندی و از هر گروه شهید شدن در افغانستان. حق رو گفتن. از داخل پارلمان مردم اعلان جهاد کردن بر علیه آمریکا. شما جرأت دارید یک بگید که یک نامش تنها بگویید؟ خود رحمانوف بگویید، جناب عالی، جناب پرزیدنت محترم، 4 تا القاب ذکر میکنید، یک نامش تنها گفته میتوانید؟ این مسائل رو دامن نزنید جناب حاجی میرزای عزیز که حرفی برای گفتن ندارید. یعنی ببینید این گپ های گندیده است. یک گزارشی BBC از فروش کودکان پخش کرد و این در هر کشور هست. در دبی که دبی است آدم فروشی است، در آمریکا هم هست، در اروپا هم هست، در کل دنیا هست. حالا در یک منطقه به هر دلیلی مردم فروخته بودن کودکشان یا میخواستن بفروشن. گزارش BBC بر این بود که میخواستن بفروشن. این رو بیاید برای یک ملت بزرگ و شریف مانند ملت افغانستان تطبیق بدید، بگید که اینا کودک فروشن، اینا لواطتکارن. ما لکم کیف تحکمون. این به این میمانه که خدای نکرده مثلا به خاطر چند تا زن یا مردی که از تاجیکستان فلان گناهی رو انجام میده ما به کل ملت تاجیکستان رو متهم بکنیم. این حرفا رو جناب حاجی میرزا، علمای ما گاهی اوقات عقلشون خوب کار نمی کند. یعنی گاهی چیزایی رو میگن از طرف وزارت کارهای داخله، اونها که میشینن اینا پلان میکنن، برنامه ریزی میکنن، میبینن پیامدهای این صحبت ها چه خواهد بود. این صحبت ها رو تقریبا همه این کسانی که از طرف اوباب مسئول شدن که این صحبت ها رو بکنن، این همین چیزها رو اشاره میکنن که تا سبب شود که اونجا افغان ها عصبانی شوند، جواب بدهند، بعد شود جنگ بین کی؟ تاجیک و افغان، که انشاءالله الله سبحانه و تعالی این برنامه شوم اوباب رو الله متعال انشاءالله ناکام میکند. اما عیب در این است که کسانی با ریش سفید، با عبا و قبا مثل حاجی میرزا و مولوی عبدالرحیم و غیره، اینها هم آلت دست وزارت کارهای داخله قرار بگیرن. عیب است. این شایسته یک عالم نیست. امام ما، امام اعظم، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در دربار خلافت اسلامی قاضی القضاتی را قبول نکرد که نشود یک جای ظلمی انجام بدهم و پاسخ الله سبحانه و تعالی. شما چطور قبول میکنید در یک نظام استبدادی، دشمن دین، دشمن اسلام، در اونجا میایید و توجیه میکنید؟ میگه هیروین فروشی. امروز گزارش های سازمان ملل ثابت کرده است که در این 3 سال اخیر کشت و تولید تریاک در افغانستان تقریبا به 0 رسیده است. جناب حاجی میرزا عزیز، اونا که قبلا کشت میکردن همان کسانی بودن که از او استفاده میکردن، تجارت میکردن. اونا که رفتن الحمدلله دیگه کسی نمیکارد در افغانستان. شما گرفتن همه در مقابل تاجیک خیزاندن، میخواهید که همینجا رو به مورد کشورهای خطابی تبدیل بدید. لیکن ان شاء الله از خدا امیده هیچ وقت دیگه این قدرت هیچ کدوم پیدا کردن میتونه. یعنی همه اینها صحبت‌های متعصبانه و قضیه افغان و تاجیک و اینا رو مطرح کردن، اینها همه برنامه‌هایی است که از طرف وزارت کارهای داخله چیز می‌شود، دیکته می‌شود و یک اکثر ملاهای ما، داملای ما
خودشان هم اعتراف میکنن سیاستمدار نیستن، سیاست نمیفهمن، از اینها به عنوان ابزار استفاده میکنن و والله فردا به شما هم رحم نمیکنن. این گپ من فراموشتان نشود که به شما هم رحم نمیکنن اینها. روزی خواهد رسید، باور کنید اگر همینطوری با اینها ادامه بدید، روزی خواهد رسید که میگد اکی میرزا یا زنت میاری اینجا در پیش روی رئیس جمهور میرقصانی یا اینکه میکشیمت. باور کنید اون روز میآید. امروز این تاریخ 7/6/2024 رو یادداشت بکنید. اگر روزی مجبور نکردن که همین ملاهایی که امروز در کنار این حکومت میستن، حرفای این حکومت رو که بالا اینها با یک تلفن حباب میگد این رو بگو میگه، اگر فردا اینها رو مجبور نکردن که زنهایشان رو بیارن در پیش روی جناب عالی برقصانن، باز هر چی میگفتید بگید. صحبت های دیگران هم در این زمینه همه مثل هم است، فرقی نمیکنه. اینجا ایشان عبدالرحیم هم صحبت کرده است. دوستان اگر بگذارم. بعضی هنگام‌های برپا شد، بعضی سخن‌های پست بلندی گفته شدند، بعضی دعوا و جنجال‌های هنگام‌های برخاست که از حکم آگاه نگشته کارهای انجام دادن که گمان میکنم که سبب همین فتنه‌ها شد. از جمله یکی از همون مبلغا با نام عبدالقدیر که دعوای مولویگیر هم میکرده است. اصلا مولوی شخصی را میگن که معلومات عالی دینی دارد و یک مفکوره اسلامی را هم دارد. همه آشکار دعوت کرده است که در تاجیکستان جهاد فرض عین گشته است. به خاطر الله آیا تو حقی همه فتوای جهاد داری؟ هیچ جاهلی است، هیچ بیعقلی است. هم یک بزرگی میگه که و غیر تقین یأمور الناس بالتقی طبیب یداوی و طبیب مریض. آدمی که تقوا نداره وقتی مردم به تقوا دعوت میکنند، این مسئله همون طبیب را میگه که سرش کل است و مردم هم میخواد طبابت کنه. او کل باشی طبیب باشی سری کل اخته طبابت که میگن در عرفیت مردم. از برای خدا اما شما ملک کشوری خطانه با افاقه بیاره اصلاح کنه، همون عیب کمبودی خطو کم است مگر که دست دروازی میکنید سخنهای هر خیلی بیان میکنید. کسایی که خواهان امنیت مملکت ما نیستن همونو را وادار کرد که از فرصت استفاده برای همین شخصای فرصت طلب همین دعوا و جنجالا را بردارن. در بعضی نواحی خطیبان کشور همسایه افغانستان و جهاد دعوت کردیم. از برای خدا و مقابل کی جهاد دعوت میکنه؟ و مقابل 98-99% مسلمانی که در همین سرزمین زندگی میکنن. از خدا بترسید. هیچ کس برای ملت تاجیکستان یعنی اعلان جهاد نکرده است. خب این چیزایی است که مجبور میکند ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخله که صحبت ها را بکنید، مردم را بترسانید. یه اهداف پنهانی است در پشت سر این. همون فتنه‌هایی که همون بدبختی ابوبکر بغدادی سری مردم مسلمان آورد برای شما را درس عبرت نیست که یک کشورهای نازنین را مثل متوجه شدید؟ صحبت‌های ایشان با صحبت‌های حاجی میرزا همه اینو مثل هم است. فقط انگار یک نصی نوشته شده است برای هر کدام اینا فرستادن که این چیزا رو بگویید. سوریه و مثل عراق و خون خواب کشید و جنگ کشید که تا به حال مردم به خود ناومدیدند. همه کفایه نیست. از همین خاطر من بسیار خواهش میکنم اما کسایی که آگاه نیستند اما متاسفانه زبان دروزی میکنند قبل از اون که سخنی را میگویند یک برابری همون مسئله را ببینند و برادرای جوانی را که متاسفانه بعضا از شریعت آگاهی ندارند فند و فریبی بعضی بنام همین مولوی ها را خورده و شاید که عقیده هاشون ویران میشه و دست به کارهای نادرست میزنند. درشون دعا میکنیم که خداوند هدایتشون کن، اصلاحشون کن. الحمدلله رب العالمین در این ملک سرزمین ما علمایی که از شریعت آگاهی دارند کفایه است که به هر سوالی که اگر مراجعت کنند پاسخشون را میگیرند و آخر دعوانا عن الحمد. بله دقیقا همه صحبت ها مثل هم است. اینم که باز ناراحت نشود مولوی باختری صحبت های اون رو هم بگذاریم.
البته یک صحبتی در مسجد دارد، اون رو میگذاریم، بهتر خواهد بود. اشتباه خطایی گرفتن و محکوم کردن تاجیکستان در حالی که از ما خبر ندارد. مورد خطاب قرار دادن شهروندان ما و شما را و اگر گوش کرده باشین میگه خواهر اسلامی زنگ زد بر ما، گفت همون خواهری که زنگ میزنه ما را زنگ میزنه، ما را بسیار زنگ میزنه، ما در شبکه‌های اینترنتی ما جوابشو نمیدیم. یعنی ما به شما زنگ میزنیم از برنامه زنده. جناب مولای صاحب باختری، الله سبحانه و تعالی شما را در باختر و در هر منطقه‌ای که هستید سعادت و خوشبختی نصیب بکند. جناب محترم، همین رومال رو پشت گردن بستن در دین اسلام هست؟ جواب بدید. شما اگر که واقعا اختیار دارید، جرأت دارید، بیایید در خطبه نماز جمعه آینده خودتان ویژگی های حجاب اسلامی رو بیان بکنید. فرق بین حجاب زن و دختر ابو جهل و ابو لهب و بین حجاب همسران و دختران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را فرقش رو بیان بکنید که زن و دختر ابو جهل و ابو لهب چادر رو پشت سر میبستن، رومالشان رو. همسران پیامبر و دختران پیامبر چادر رو اینطوری میبستن، روی سینه هایشان و روی گردنشان میانداختن. ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، مطابقت از آیات قرآن کریم. بیایید این رو بگویید که حکم آن کسی که میآید یک دختر تاجیک، یک زن تاجیک رو در راه از اتوبوس پیاده میکند، در جلوی بیمارستان، در جلوی، اصلا بیارید یک دختر با حجاب رو در مدارس تاجیکستان که با حجاب با رومالچه اجازه داشته باشد که وارد مدرسه شود، بیارید یک نمونه. یعنی میدانم مجبور هستید، اسیر هستید، زندان هستید، این چیزا رو باید مجبوراً بگید، اما به این اندازه که دیگه مجبور نیستید. در صلح زندگی میکنند، امن و امان مسلمانند. از پرزیدنت محترم سر کرده تمام شهروندان الحمدلله قاریای قرآن، حافظای قرآن، ما شما اهل علم و دانشمندایی داریم که هستن جهاد اعلام کردن که در حالی که محکوم میکنیم اونا که حق ندارن که. ببینید کل صحبت هایی که میشه به یک سبک است که انه به شکل نقاط به همه اینها گفته شده است که این حرفا رو بزنید. بر کشور دیگر یا بر کشور ما و تاجیکستان عزیز ما چنین اقدام بکنند. اونا در حالی که خودشان در چند سال 40 سال که زندگی میکنند اینقدر خرافات و اینقدر خلاف شریعت در اونجا انجام میشود، یک عالمی ما، یک عالمی ربانی ما برای ما یگان ویدیو یگان مراجعتی نمیکنین. شما 40 سال خودتان اصلاح کنین. شما که اقدام میکنین در حالی که شما در خلاف شریعت، ما و شما از شما بخبری که لوتگری های در اونجا، آدم ربایی های، آدم فروشی های در بازارهای ما گوسفندگان میفروشند، شما آدم میفروشین. ببینید همون صحبت هایی که حاجی میرزا میکند، مولوی عبدالرحیم میکند، حین همون به ترتیب ایشان میکند. چرا؟ چون همه اینا از وزارت داخله آمده که بعد این حرفا رو بزنید. خلاف شریعت چی کارهای مرتکب گناه بشین؟ شما حق نداری که بر تاجیکستانی ما اقدام کنید که جهاد اعلام کنید. شما کی هستین که از پیش خود جهاد اعلام میکنید؟ امروز شما از چیزی خبر نداریم، بعد میگین سطر حجاب ممنوع کردن. سطر حجاب شما میگین که ما میگین سطر حجاب نیست. سطر حجاب کلمه عربی است. سطر حجاب به معنای سطر یک پرده پوشاندن، یک سطر یک عیب پوشاندن که خداوند سطر عیب میپوشونه، مثلا یک عیب پوشاندن. کلمه که سطر حجاب عیب نیست به معنایی که امروز که پیروی میکنن از تمام جاشون محکم میکنن و فرنگی میکنن یا نقاب میکنن، منظور همین سطر حجاب عیب نیست. بله، یه از شما نیست، اما از اسلام است، از دین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. میگه از فرنگ است، از فرنگ است، یعنی از اروپا است. یعنی اینقدر انسان بی حیا میتواند باشد که حجاب همسران رسول الله، دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، حجاب همسران صحابه رو، یا این یک واقعیت از سیرت رو برید بخوانید که یعنی رنگ سیاه حجاب
این سنت همسران رسول الله، زنان صحابه بوده است. آلیسته ایست ما میگیم حجاب هر رنگی باشد اشکال ندارد مادامی که جلب توجه نکند. اما این از فرنگ آمده است، از اروپا آمده است. این هم مجبور کرده وزارت کارهای داخله که باید بگید شما. ما هم محاکمه میکنیم، ما هم خلاف شریعت که میپوشند. امروز هر کجا شما میخواین امن و امان ما را ببرین، آسایش آرامش ما را ببرین. همه سال حساب کردن 7,000 آدم حج رفتن، چندین هزار آدم روزادار بودن، تراویح ها در تمام مسجداش 5 وقت نماز میخوانند، تمام مردم در صف نمازند. یه چقدر گاز ما و شما امروز نماز با جماعت خوندیم. مردم تاجیکستان مردم دیندارن، مردم دوستدارن. از طرف افغانستان خادی و فیروز و فلان میبرایند و حق ندارن که در اینجا اقدام کنن و حق جهاد گفتن ندارن. ما الحمدلله اهل علم هستیم، ما در میز مدعوی نشسته ایم، ما خودمون همان حلقه علمی داریم، هر مسئله دینی که میشه ما خودمون حل میکنیم. ما هیچ وقت خط قرمز یا خط سرخ حکم الله را نمیگذاریم بریم. سال پیش موهای ما و چای ما میپوشیدن، رومال هم میگفتن، میپرتوفتن، کرتای کشک داشتن، لباسای تی داشتن. ما محکوم میکنیم صدری که تنگ باشه و بعد بستگی باشه یا تو را بکشه. الحمدلله امام بخاری تاجیک بود، امام بود، ترمیزی امام بود. همه اینا که علمایی که هستن از ما بودن که در جهان ما وقتی حج میریم ما را عربا پیشمون میبوسن که شما نسل امام بخاری. ما نیاز به دیگر ملایی نداریم که ما را امروز جوانای ما را مخصوص شستشو کنند یا دخترها اپای ما را شستشو کنند که شما اقدام و حق نداره این گپ بزنن. بس عزیزان من بازم از من و شما یک گوش زده که اسلام در دل فقط همو اسلام در دله. یعنی چی؟ اسلام اقرار باللسان است، تصدیق بالقلب است و عمل به جوارح است. در قلبت ایمان میآوری، به زبانت اقرار میکنی، با عمل کردن به دستورات الله و رسول ثابت میکنی. این عقیده باطل است، این عقیده اهل سنت نیست که کسی که ایمان اسلام فقط در قلب است. این عقیده اهل سنت و جماعت نیست. شریعتیش انجام بدین. لباسای کشاد و رومالای چی امروز بر نقاب فرنگی و دیگه و الحمدلله اهل بیت با خیش تبوری ما همش لباس دارن، همش روایتی ایجابه کردگی. بعض از دونی من دعا میکنیم خداوند کریم تینجی و عملی در سراسر دنیا. بله این بود گوشه از صحبت های اینا که مجبور شده بودن از طرف اداره اوباب یا ریاست مبارزه بر ضد جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در مورد این صحبت ها و عکس العمل نشان بدهند و این نشان میداد که الحمدلله این صحبت هایی که شده و کارهایی که صورت گرفته الحمدلله نتیجه داده. امیدوار هستیم که جناب رحمانوف سر عقل بیاید، دست از این خودخواهی ها و استبداد و ظلم و ستم بردارند. اگر میخواهند که این حکومتشان دوام پیدا کند، اگر میخواهد که الله سبحانه و تعالی او را از عذاب برهاند، با مسلمان کاری نداشته باشید، به اهل دین کار نداشته باشید، به حجاب زن مسلمان کار نداشته باشید. والله ما هم نمیخوایم که خدای نکرده ناامنی شود، ناآرامی شود، دماغ کسی خون شود. هیچ کسی رو در هیچ جای دنیا نمیخوایم. منتها عزت، شرف، ایمان، عقیده، اینا خط سرخ است. اینا خط سرخ اسلام است. اگر خواستید از این خط سرخ بگذرید، مثل اون جوانی که امروز یا دیروز در کولاب 3 تا پلیس میان که چادر همسرش رو عوض بکنن، میزنه 2 تاشو میکشه، یکیش هم زخمی میشه. این کار رو مردم و شما به خشونت دارید دعوت میکنید. با این قوانینتان مردم رو به سوی خشونت، به سوی افراطگری دعوت میکنید. پس گناهتان رو به گردن افغانستان یا غیر افغانستان نندازید. تقصیر خودتان است. این قوانین شما سبب میشه که مردم به طرف افراطگرایی رجوع بکنند.